سلام دوستان عزیز. استونهنج یکی از بناهای تاریخی دنیا همچنان ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است. این سازه عظیم که به طور خاص در جنوب انگلیس قرار دارد، یکی از بزرگترین معماهای باستانشناسی را در خود نهفته است. اما چه چیزی استونهنج را اینقدر خاص می کند؟ چرا هنوز بسیاری از اسرار آن کشف نشده باقی مانده‌اند؟ اسم استونهنج از ترکیب دو کلمه استون یعنی سنگ و هیج یعنی دایره یا حلقه به وجود آمده است. بنابراین به طور ساده استونهنج یعنی حلقه ای از سنگ. این بنا در ناحیه سالزبری در جنوب غربی انگلستان قرار دارد و به طور خاص در منطقه‌ای به نام ویلز واقع شده است. استونهنج یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری انگلستان و یکی از میراث‌های جهانی یونسکو است که هر سال میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند. اما سوال اینجاست که چرا مردم هزاران سال پیش چنین سازه‌ای را ساختند؟ با توجه به اندازه عظیم سنگ‌ها و نحوه چینش آنها، محققان و باستانشناسان معتقدند که استونهنج نه تنها به عنوان یک بنای مذهبی بلکه به عنوان یک مرکز ستاره شناسی و تقویم باستانی نیز استفاده می شده است. برخی از پژوهش‌ها نشان می دهد که استونهنج به عنوان یک آرک دیجیتال برای نظارت بر حرکات خورشید و ماه در زمانهای خاصی از سال استفاده می شده. در روزهای خاصی از سال مانند شب یلدا یا اعتدالهای بهاری و پاییزی، خورشید از میان این حلقه ها طلوع یا غروب می کرد که می توانست برای پیشبینی تغییرات فصلها و کشاورزی‌ها کاربرد داشته باشد. در طول تاریخ افسانه‌ها و داستان‌های زیادی درباره استونهنج ساخته شده است. یکی از مشهورترین افسانه‌ها این است که در اصل در آتلانتیس باستانی و توسط جادوگران یا نیروهای فراتبیعی ساخته شده است. در برخی از افسانه‌ها آمده است که این سازه از بریتانیا به آفریقا منتقل شده است. نظر دانشمندان و محققان درباره استونهنج همچنان متنوع است. بسیاری از باستانشناسان باور دارند که استونهنج ممکن است به عنوان یک معبد یا مکان مذهبی برای انجام مراسم و آیین‌های مذهبی مورد استفاده قرار می گرفته. همچنین برخی از محققان معتقدند که می توانسته به عنوان یک مرکز درمانی و شفابخشی نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد. یکی از مهمترین یافته‌های علمی اخیر این است که این بنا در واقع با استفاده از تکنیک‌های خاص مهندسی ساخته شده و بسیاری از سنگ‌ها به ویژه سنگ‌های بزرگتر از فاصله‌های بسیار دور به این محل حمل شدند. برخی از این سنگ‌ها از مسافت بیش از 200 کیلومتر به این محل منتقل شدند که این خود به عنوان یک معجزه مهندسی در زمان باستان محسوب می شود. استونهنج همچنان یکی از بزرگترین معماهای تاریخ بشر است. با وجود همه تحقیقات و کاوش‌هایی که در این زمینه انجام شده، هنوز بسیاری از ابعاد آن
برای ما ناشناخته است. چیزی که مسلم است این است که استونهنج با تمام رازهای خود هنوز هم الهام بخش و مرموز باقی مانده است. این بنای شگفت انگیز تنها یک ساختار فیزیکی نیست، بلکه نمادی از قدرت‌های فراموش شده و دانش‌های از دست رفته است که ممکن است روزی فاش شوند و تاریخ بشر را در مسیر جدیدی قرار دهند. اگر از ویدیوی ما خوشتون آمده ما را لایک و دنبال کنید. ممنونم که با ما همراه بودید.